قدیمی‌ها همیشه میگفتن اگر شب توی کوهستان صدای ساز و آواز شنیدی فرار نکن. فقط گوشهات رو بگیر و روی زمین دراز بکش. چون اگر اونا بفهمن که صداشون رو شنیدی، دعوتت میکنن به مهمونی. داستانی که امشب میشنوید، فایل صوتی اعترافات پسریه که بعد از 3 روز گم شدن در کوه پیدا شد. وقتی پیداش کردن، موهاش کاملاً سفید شده بود. اسمم رضاست. پدرم مریض بود و من مجبور شدم جای اون گله رو ببرم. چرا؟ محلی‌ها به اون منطقه میگفتن دره سیاه. هیچ چوپانی جرأت نمی‌کرد شب اونجا بمونه. ساعت حدود 12 شب بود. سگ‌هام دور آتیش خوابیده بودن. همه چی آروم بود. تا اینکه متوجه یه چیز عجیب شدم. گوسفندها دیگه بعبع نمی‌کردن. سکوت مطلق بود. چراغ قوه رو انداختم سمت گله. خشکم زد. گوسفندها غذا نمی‌خوردن. همشون، تمام 300 تا گوسفند رو به یک جهت ایستاده بودن و زل زده بودن به تاریکی مطلق انتهای دره. حتی پلک هم نمی‌زدن. اول فکر کردم صدای باد توی صخره هاست، ولی ریتم داشت. صدای ساز و دهل بود. انگار یه عروسی بزرگ اون پایین دره برپا بود. سگ‌هام بیدار شدن. انتظار داشتم پارس کنن و حمله کنن، ولی اونا زوزه کشیدن. دمشون رو گذاشتن لای پاشون و فرار کردن. سگ‌هایی که با گرگ می جنگیدن از ترس فرار کردن. من تنها موندم. کنجکاوی لعنتی ولم نمی کرد. اسلحه شکاری پدرم رو برداشتم و آروم رفتم سمت صدا. بوی خیلی بدی می اومد. بوی گوگرد و موی سوخته. رسیدم لب صخره و پایین رو نگاه کردم. چیزی که دیدم باعث شد خون توی رگه‌هام یخ بزنه. پایین دره صدها موجود دور آتیش می‌رقصیدن. لباسهای محلی رنگارنگ داشتن. صدای خنده و شادی می اومد. اول فکر کردم عشایر هستن، ولی وقتی دقت کردم دیدم قدشون غیرعادیه. دستاشون تا زانوهاشون میرسید. یکیشون که انگار داماد بود برگشت سمت من. فاصلمون زیاد بود ولی صورتش رو دیدم. چشماش عمودی بود، مثل چشم گربه. و بدتر از اون پاهاش بود. اونا پا نداشتن. سم داشتن. سم اسب. یهو موزیک قطع شد. همشون همزمان، تأکید میکنم همزمان، سرشون رو 180 درجه چرخوندن و به بالای صخره، جایی که من بودم، نگاه کردن. شروع کردم به دویدن. صدای سمهاشون رو میشنیدم که از صخره‌ها بالا می اومدن. صدای خنده هاشون تبدیل شده بود به صدای جیغ حیوانات. تفنگم رو انداختم. فقط میدویدم. حس میکردم نفسشون پشت گردنمه. یه صدای زنونه بیخ گوشم گفت: کجا میری؟ تازه شام آوردیم. رسیدم به کلبه سنگی قدیمی. در رو بستم و پشتم رو تکیه دادم به در. ضربه میزدن. نه با دست. با سر ضربه میزدن به در چوبی. صدای کوبیدن شدید. بامب. 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 شروع کردم به خوندن آیت الکرسی. هرچی بلد بودم خوندم. صداها کم کم قطع شد. تا صبح لرزیدم و چشم از در بر نداشتم. وقتی هوا روشن شد، جرأت کردم در رو باز کنم. هیچ کس نبود. گوسفندها برگشته بودن و داشتن علف می‌خوردن. انگار هیچ اتفاقی نیفتاده بود. با خودم گفتم شاید توهم زدم. شاید گاز گرفتگی بوده. رفتم سمت چشمه که صورتم رو بشورم. وقتی دستم رو کردم توی جیب کاپشنم تا دستمال بردارم، دستم به یه چیز سرد خورد. یه تیکه استخون که با موهای سیاه و بلند یه زن دورش گره زده شده بود. یه کاغذ پوسیده هم کنارش بود که روش با خون نوشته شده بود: دفعه بعد تو شام مای. من دیگه پام رو توی کوه نذاشتم، ولی هنوز شبها صدای اون ساز و دهل رو از توی کمد اتاقم میشنوم. شما هم شنیدید که میگن جنها سم دارن؟ اگر پدر بزرگهاتون داستانی گفتن کامنت کنید.